مردی فقیر به در خانه بخیل آمد و گفت: شنیده ام که تو مقدار از مال خود را نذر کرده ای که به نیازمندان بدهی. من بسیار هم فقیر هستم، چیزی به من بده. بخیل گفت: من نذر کرده ام که تنها به شخصان کور و نابینا خیر کنم. مرد فقیر وقت این سخن را شنید و فهمید که شخصی بخیل نمیخواهد به او چیز خیر کند، گفت: من هم کور و نابینای حقیقی هستم، چون اگر بینام بودم از دری خانه خدا روی بر نمیتافتم تا به دری خانه کسی مثل تو بیایم. مردی درویش نزد بخیل رفت و چیزی از او طلب کرد. بخیل گفت: اگر این یک سخنی من را قبول کنی، هرچی بگویی انجام خواهم داد. درویش پرسید: آن سخن چیست؟ بخیل گفت: از من چیزی نخواه و چیزی طلب نکن، دیگر هرچی بگویی انجام خواهم داد. مرد به رفیق بخیلش گفت: انگشترت را به من بده تا اینکه هر وقت نظرم به آن افتاد یادی تو کنم و دعاگویت باشم. دوستی بخیلش پاسخ داد: هر وقت خواستی که به یادی من بیفتی و مرا به خاطر بیاوری، به خاطر آور که وقت انگشتر از من خواستی به تو ندادم. از بخیل پرسیدند که شجاعترین مردم کیست؟ بخیل پاسخ داد: شجاعترین مردم آن کسی است که صدای دهان جمع را که در خانه اش چیز میخورند بشنود و دلش به تپیدن ندراید. مرد فقیر به در خانه بخیل آمد و گفت: ای اهل خانه، مرا با لقمه نان سیر کنید. کسانی در خانه بوده گفتند: نان ندارم. فقیر گفت: لباس ندارم، لباس به من بدهید. آنها گفتند: خداوند به تو لباس رساند. فقیر باز هم گفت: شبها در تاریکی می نشینم، قدر روغن چراغ یا شمع به من بدهید. اهل خانه گفتند: شبی تار بخیر است. فقیر باز هم گفت: قدر خوراکی به نان بدهید تا اگر نان بیابم با آن خوراک را بخورم. آنها گفتند: خوراکی اضافی نداریم. مرد فقیر که ناامید شده بود گفت: شبها روی انداز ندارم، جای خواب ندارم، دستگیری کنید. اهل خانه گفتند: کرپه و بالشت اضافی نداریم. فقیر بیچاره هرچی گفت در جواب گفتند که نداریم و نداریم و نداریم. آنگاه فقیر فریاد زد: ای به انصافها، پس آخر چرا در خانه نشسته اید؟ برخیزید بیایید با هم گدایی کنیم.